خب سلام علیکم. سلام. امروز یکی از بزرگترین روزهای زندگی منه. 21 دسامبر 2011. امروز ما اومدیم کایزر. این پشت سرمون بیمارستان کایزره. متوجه شدیم که منیژه خانوم برای فرست تایم داره مادر میشه. صدای قلب بچه‌مون رو شنیدیم. صداش چجوری بود؟ اونم داریم البته تو پروندهش و سندش هم موجوده هر موقع خواستیم. تو همین نقطه هم وایستادیم و به همه زنگ زدیم. اینم پیپر ورکمونه، به همه زنگ زدیم، با تمام دوستان، آشنایان، مامانا، باباها، خواهرها، مادر بزرگایی رو از خواب بیدار کردیم. امشب تو ایرانم راستی شب یلدا، در ضمن شب یلدا، و برای ما یه فال حافظ گرفتم برای نینیمون و فالش این بود که ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، بله غمیده ما را انیس و مونس شد. گفتیم باهاتون شیر کنیم و اینو به عنوان یادبود نگه داشته باشید. قربون شما. منیژه و افشین.